من اینجاشو کی میشوید؟ من اینجاشو کی میشوید؟ صاحب داره در اینجا؟ احساسی درد کفایه بود تا همه چیز تغییر بیابد. چشم رسد. پس اون باز هستن آدمانی که موفقیت مرا دوست نمیدارن، نمیخوان. گوش کن جان اپش کارت کن. پول میگیری میبری؟ کارت کن. گپ نزن زیادتی کارت کنه. برای زنی جنایت بشه درد چی معنی دارد؟ اگر شما هم چنان رفتار نمیکردید منم هیچی نمیفروختم. برادران شخصانی که حجت‌هاشون تمام شده نمیخوان از خط سرحد بگذرن، مرحمت کمپانی باوریناک اکای بخا که 24 ساعت کار میکنن، هر روز سفر دارن. حاضر هم رخوان زنگ بزن پگدا میتونه که گرانیسا بگذاری حجتات 100% تیار کنی. خوش خبر برای زنها و مردها که در روسیه قرار دارن، آدرس در روی اکران نوشتگی، فقط آدمایی که حجت دارن این برادرمون در رقمش زنگ بزنین، کار تامین میکنن، خورد خوراک به پول، جای خواب به پول، رجیستراسیون همه چیزشون رو میکنن، معاش خوب دارن. این همین رقم‌ها را زنگ بزنین با معلومات پورا را میتونن آدرس‌ها در روی ویدیو میمونم. بعد نگفتن نموند که آدمای سیمینی هم میتونن که کار کنن. عدل نکومتا برای اودورا کارش وزمی نیست، فقط اوپاکوفکا کردن خلیب همین چیزا هست. این رقم‌ها را زنگ بزنین ان شاء الله که کاری خوبای محققتون میشود. خداوند نگهبانتون. بخش نوبتی ما صحبت آشکارا عنوان دارد و در اینجا چند سوالی که ما جمع آوردیم و از بانو موپیکر بانو پرسان میشویم. اگر خیلی من با فکرم یک سه تا چهار تا شوهر کرده بر اومدم ملکه، لیکن نه خوشبختانه من شوهر نکردم و در من فکر و عقیده هم نیست. بیایید ببینید که چقدر موپیکر ثروتمند است. بگذارین آوازه ها باشه. های نپرسیده هم خیلی رخصاده است تا باز بودنشه. لیکن من شکر بایگری من یکم اینکه این سلامتی من است. بایگری من این فرزندان و نبیره و همه عزیزان من هستند. انا این بایگری من است. شنیدیم که به نزدیکی در خانه دانش ما یک خورسندی کلان رخ میداده است. این چه خورسندی باشد؟ ان شاء الله خدا خواهد نصیب کردگی باشد. نیت دارم پسر خردیم را اویله دار کنم. نقشه جدیدی که موپیکر این روزها در سر داره. نقشه خیلی زیاد هستند، پیشنهادها خیلی زیاد هستند، اما من این رو کمی مخفی میدارم چون میگویند که خوشبختی خاموشی رو دوست میدارد. بله و من از اونی که اگر حاضر این آوازه رو پخش کنم خیلی کی میدوند شاید کسی چشم رسد. پس اون باز هستن آدمانی که موفقیت مرا دوست نمیدارن، نمیخواهند شود. برای من بهترش من میخوام خاموشی رو رعایت کنم و چی گفتنی دارم که در بسیار کامنت ها نو بسته از اونی که موپیکر یورو است و شبنم سریا است و یعنی چهره های شناخته که زیاد هستن کامنت های می نویسن که درست نیست. نظری موپیکر به همین برنامه ما که حیات بومیرنگ نام دارد نظری شما رو میخوام دونم. حیات بومیرنگ گفته اون رو در نظر داریم که مقصد هستن زنهایی که در کاری مردونه قابل هستن، استا هستن. بله. و امروز موفق نیست هستن. بله. نظر شما چی است؟ من راضی هستم چون میدونم بسیار زنهای موفق در همین جوده در جمله خانه سازی، بله. معماری، یعنی زنهای موفق رو به نسبت زیاد میشناسم که کارهای مردانه میکنن. یعنی کارهای مردانه این یکی از میدونید زنهای ما همشون گردآفریدن. بله. و زنهای ما در حقیقت کاری رو که آغاز میکنن آن رو تا آخر میبرن و انجامشون هم خوب است. من به نهایت از این گونه زنها خوشحال هستم و فکر میکنم که کم یافت میشود مردی که گوید که این زن از عهده اون کار نمیبراید. هستن همین گونه مردم رو شاد گفته نمیتوانند، اما من خوشحال از آن هستم که زنهای ما اراده شد با قوت است و البته که با دستگیری مردهای عزیز ما می شود. تماشاگران عزیز پیگیر باشید بخش دیگری برنامه ما. آپا جون تو چند سومه؟ چش؟ تو چند سومه یا چکش؟ یا چکش 35 سومه. 35 سومه؟
در همه جا گفتن ارزان شدگی ما با هم خاطر آمدیم که خبات ارزون نمی‌بینین دودر یپاش ارزونه این مرغا چند سنه؟ مرغا کیلوش به فکرم اگر خطا نکنم این فیله این گوشتی سفید این مرغ است این اگر شما آب با انداخته دندونتون آسیب نمیکشد مولوی میشد با مزه میشد همین خیلی میدونید آب میشد اینجا بازار گفت کوچه اگه فرق نداره شما نخور ارزان نمیکنید بخشی دودر یپاش فرقیت دارد جونم نه توزه آزاده هست اینجا با در پیش خانه ما 32 سامان شما 35 میدید من حیران میشم جون یپاش اگر در پیش خانه هاتون 32 میشد شما اینجا نمیامدید اینم شما سوداگرو گفتون نمیونید نمورم شما بعد چشمای خوشتون صدقه آخی این خیلی زنی سوداگری خوش سخنه لوبای خریدار بیند اگر فکر میکرد که از همینجا همه چیش رو خریده روند همیشه خرید ارزان کردم میگذارم رحمت اپا جان اگر شما می سخنی شیرینتون نبود کو من از اینجا هیچی نمیخریدم تشکر زیاد اگر شما هم چنون رفتار نمیکردید منم هیچی نمیفروختم ما مردم خسته میشیم وقتی زنهایمون با ما همین کنیسبه کدرویی میکنن که این بیار وای زنی بیچاره اسوب میخزد فرزندای میخوند خانه میرود اوقات تیار میکند مرده که وظیفش چی خرید کرده آوردم تمام تشکر زیاد تماشاگران عزیز در همه سمت و زنها یک قوه دارن که میتوانند که از عهده همه کار برآیند چی استاگی باشد چی دهقانی باشد یا اینکه چی کاری مردانه ببینید که محتکر عزیز در بخش برنامه ما از عهده انمی فروشنده مغازه البته که برآمد یک کفکوبی میکوبه احسن تشکر السلام همین شرط من تو بگم که درخت شو دویده اومده درخت شوخی دوید تست که ماشین شو من میبینم که چقدر تب توزه میکنی تو سر کن کورا شما یک کافه خورده ایسته من کافه نمیخورم کورا سر کن وقتم تنگی کرد شده است چی گفت شده است این بچه من نفهمیدم بازی اپا جان شما دقیقه دم ده من دم نمیگیرم وقتم کم میفهمی تو گپا تست جون ای خدای یوان کارگری دیگر ندارد اینجا تزه نه خودم میخواد دشوار باشد ماشین شویی اپا جان بازی تست کن تست خوشرو تازه شما هم باید خیلی حرام و حلال نشو اپا جان همین بودم همش گوش کن جانی اپاش کارتا کن پول میگیری میبروی کارتا کن گب نزن زیادتی کارا کنه بچه سیر جوگ بودی تویا ولی پشوی میزنم کارا نباشد کارای خودت کن تو من اینجاش کی میشوید من اینجاش کی میشوید صاحب داره در اینجا تست شو بالوناش هم شو بر خوشرو حرام و حلال نشو من با هر یک اینا تازه کرده من با ته بیا کارت حلال کرده ته من با کدام مایکه رفته باشم خوش رو اگر خب بودم کارشو نمیکنم این که بسیار گپ میزنی شد خوش باید خوش یا دستش بلون نمیبید و خودش هم ماشین میگیرد خواه کن ماشین ما تست از جون بچه کسا تمام حسوس میجونی تو؟ شما باید ما درست 50 تا ماشین شوید ای ازدواج با این من نکن 50 تا ماشین در یک روز هیچ کس نمیشوید تست شد نه خونه شما کلو هم خیلی میکنی؟ کارت نباشد شامپونو وی این چی پشم پتر؟ این چی؟ این چی؟ این چی خیلی تازه کنی؟ این چی پشم پتر ده اینجا؟ گیر تازه کن باید بینی؟
این چی خودش؟ 50 تا ماشین تازه میکنن؟ تازه کیده؟ وای این ماشین رو کجا بود $8 ماشین من چند داشت پشمون پتکش تو گرفتی چسب دیده ای ما آپا جون همین پولا گیرید ایتنیم ها دیگه موکیمون ندیوه من گوش کن تو من با اشاره نکن بیام نبیام کجایی که خواهم میبیام پلاگیرو سر با گرنگ نکن دوای بوی خوره من تو با گوشت داریم که پلاگیرو یه بابا پول در کنه صفا جون باز یکم چقدر میفورم بوی خوره اینجا من لطه کنم راحتی دخوت نصیب کنه هی مردهای عزیز کجایید؟ ما با هر شما خوش خبر داریم. اینترنت مگزین ما شهر مردم شاب نام دارد. 3 سال است که ما آنلاین فعالیت میکنیم. مالهای اینترنت مغازه ما استحصالی دولت‌های ترکیه و کاوکاز میباشد. صفت بارهایمان عالی درجه بوده. از لباسهای خوش‌دخت و بطن شینمی مردانه و پایافزال‌های گوناگون صفت بلند عبارت است که در یک میجه زدن خواهش شما را طریق دستافکا چی در تاجیکستان باشد و یا چی در روسیه میرسانند. اینترنت مغازه ما را طریق اینستاگرام شهر مردم شاپ و در تلگرام که همه روز مالهای نومون را پیشکش میسازیم طریق سیلک تلگرام پیدا کرده میتوانید. واتساپ در روی اکران. سیلک اینترنت مغازه ما در کامنتاری ذکر پیت کرده شده است. تماشاچیان عزیز این بود یکی از بخش‌های حیات بومیران که شستشوی ماشین و معامله مخفی‌تر با کارگرهای انمی автомойка بود. معقول کردی. معامله من خری نیست منو مجبور کردی ام بخریم. بسیار موچیکا رو برو میشوند با انمی میزوشوی هستند که سخت ما در اینجا نقشی مهارتی بلندی انمی مخفی‌تر رو سنجیم که با انمی کارگرهای هستن همین گونه. بله البته هستن. میزوجونی که گپای نوشویا میگن رفتار و کرداری بد دارن دغل ندارن یعنی باید هر یکی ما مهنت هر یک کس رو حرمت و احترام کنیم با معامله خوبمون. این از حیات هر روزه انمی کارگرها است. این چهارمین بخشی برنامه حیات بومیرانگ است. در این بخش من رژیسور میشم یعنی کارگردان میشوم محپیکر نقش آفریننده میشود. ما به نزدیکی یک لایحه داریم که باید در فرانسه نمایش داده شود. در این نمایشنامه محپیکر یارو و نقش اساسی را میبازند. باید ما از اونجا با شاه جایزه برگردیم. طبق شرط ما شما الکی پای بردید که گپ درباره چی میرود. مهارت بانو محپیکر رو میسنجیم زیرا میدونیم که از اودش برالو میبراید. آماده؟ آماده. این فکر شما اندیشه شما که کدام نقش رو میبازید مرحمت یک نقش بازید که تماشابین به وجد آید. بله. عادت از روی عادت مثل جسم بیجان احساسی عادت بدی جنایت دویم پیدا شد بعد سال از سال تکرار یافته به حکم انعنا در اومد عادت مجبورم کرد که برویش نگاه نکنم پسرم برای آن آمد که همه رو تغییر دید احساسی درد کفایه بود تا همه چیز تغییر بیابد درد برای زنی جنایت پیشه درد چی معنی دارد و دردی من خودت میبینی که دردی مادر نیست من حتی اشک ریخته نمیتوانم اما در وجودم محبت احیا می شود هستیم را فرا گرفته رنج و عذاب جاگاه می دهد زیاده از این خودی دنیا نامکمل دور از عقل است این را به تو من میگویم زنی که در این عالم همه را چشیده است هم آفریدن ها و هم شکست و ریخت را
یک زمانی بود که من زود با آغوش کشیدن تو را قطع کرده بودم، لیکن دوستت می داشتم. اما اکنون من همش را خوب می فهمم، زیرا این دم دیگم حرف می زند. من از نو زنده شدم، ولی دیگر طاقت زیستن را ندارم. مادری که توان شناختن فرزند خود را ندارد، در روی زمین دیگر برای او جای نیست. آفرین، در حقیقت یک لحظه، یک صحنه حزن‌انگیزی بود که به آب دیده نمیتوان تماشا کرد. تماشابین عزیز، بهت سوال میدیم از ماه پیکر بانو که این گریه ها در حقیقت صمیمی بود و شما خیالات خود را به کجا بیان کردید که این گریه ها پیدا شده؟ میدونید اصلا هنرمندو گریه دروغ کرده نمیتوانند و خصوصا آن هنرمنده که درد داشته باشد. به درد هنرمند در صحنه نقشم آفریده نمیتواند و این نقشی که حاضر من یک پارچه‌اش رو از آن نمایش اشتباه اجرا کردم، از روی همین صاحب بهترین جایزه بهترین نقش زنانه شدم و به من بسیاری گفتن که التماس این نقش رو نآفر، چون که این کمی گویم یک بیماری روحی شدن ممکن است. یعنی این نقش بود که برای هنرمند به نهایت دشوار است اجرا کردنش، چون مادری که فرزند خود را نمیشناسد و دست به جنایت میزند و فرزند پسر خود را میکشد برای خوشبختی دختر خود. بله، و ببینید که چقدر باید تو پر باشی، چقدر باید درد داشته باشی که این را حس کنی. بله. و وقتی که هر زمانی که ما این رو تمرین میکردیم، در اصل تمرین کردن و به همان حالت داده شدن برای من به نهایت دشوار بود. میدونید رستم جان، من خوشحال از آن هستم که در چنین فضای آرام، در چنین فضای به نهایت خوبی که در وطن خودم من زندگی دارم و این کسب من، کسب انتخاب کرده خودم رو من به نهایت دوست می‌دارم و برای مردم خود هر یک نقشی که من می‌آفرم بگذار خوب قبول نکنن، نقش‌های اول خصوص منفی رو، اما با وجود من همه اونا رو دوست می‌دارم. من گفتنیم که شکرانه از آن میکنم که در تاجیکستان زندگی میکنم، شکرانه آن میکنم که تاجیکستان من روز به روز زیبا شده ایستاده است و هر یک ببینید هر یک باغ‌های استراحتی، هر یک گویم خیابان‌های با رنگ و با اون برق‌های جلا و ما شهروندان آزادانه میتوانیم در آنجا رفت و آ کنیم و با نبیره و فرزند و با همه عزیزانم هر لحظه باید شکر بگیم. هر لحظه باید شکر بگیم، شکرگزار باید باشیم. تشکر زیاد به اونم پیکر. و اینجا بود 4 بخش بهترینه که مردها بیشتر در این کار دست میزنند، ولی ما در مهارت و هنری پیکر بانو این رو سنجیدیم. یک بخش دیگر همون مونده است و اگر که در همین جا اگر از اجرایشش برآیند، باوری داریم که میبرایند، با همین برنامه رو خاتمه میبخشیم. بخش آخری ما عنوان دارد شما که مهارت اکتیوری دارید، اکتریسگی دارید، سینما با بیشتر فعال هستید، یک مرتبه سرود خونید. بیاد سرودی سلطانی قلب رو میسرایم و این رو به فکرم همگی میدونن. خاک بید یک دل میگد برو فالش کردی، یک دل میگد. التماس رستم اپرا نخوان آخه. ما اپرا خوندگی میدونم. گوش کن، من سر میکنم تو بعد خواب هم آهنگ. یک دل میگه برو برو، یک دلم میگه نرو نرو.
به تو چی کنم. التماس رستم جون وقتی که سرود یاد گرفتی همین من به نزدیک سرونده باید شنیدم. چی میگن سلوخ یعنی سلوخ. شنوایی موسیقیت رو سوس کن انا بعد سرود خون تو میتوانی این کار کرده از من سراینده آینده نمیبره. نه التماس بهترش سراینده نشو که تو همه جزیره خب میکنی من سرود دورم به نزدیکی میباید سراینده. التماس خواهشمندم دعوت میشین. این بود 5 بخشی که در برنامه حیات بومیرنگ مهارت، هنر و همه فعالیت ایجادی انامین نفر بانوی هنر رو موفق‌تر بانوی رو سنجیدیم. تماشاچیان عزیز، حیات بومیرنگ از حیات همه چهره‌های صنعت، چی ژورنالیست است، چی اکتریس است، چی وقت سراینده است، قصه خواهد کرد. با برنامه ما بمانید و در آخر گفتنی هم که فکر میکنم این برنامه خیلی جالب و جدید میشود چون یعنی لایه نو است، لایه هست که هر یک هنرمند و سراینده و شاعر و نویسنده نوابسته از اون در کدام کسبیت کار میکند. فکر میکنم در این لایه یک نوآوری یعنی نوآوری کارش، نوآوری صحنه در سرود خواندنش با این لایه نوی مهراب‌پرو موفقیت خوانم. با مهراب‌پرو باشید، با عزیزان دل و دیده باشید. خیلی تماشاچیان عزیز، برادرها این یک کانال موندگیم، کانال حکیم تیوی، هر نوع ویدیوهای جالبی که در فرانسه یک زندگی میکنه بینی‌هویت یک چیز خوبی که میپرتوید همین کانال فقط پادپیسا کردگیم تماشا میکنید، بهترین نوارو داره، یک بار بدون تماشا کنید پادپیسا کنید، بهترین کار میشود. هزار رحمت برای دستگیریتون.